بعضی از آدما هم هستن که حتی وقتی بدترین روز زندگیشون رو میگذرونن بازم لبخند میزنن، انگار هیچ اتفاقی نیافتاده. نه شکایت میکنن، نه از کسی کمک میخوان، نه حتی اجازه میدن کسی بفهمه تو ذهنشون چه خبره. اما سوال اینجاست، این آدما واقعا قوی ترن یا فقط مدت هاست که یاد گرفتن احساسات خودشون رو مخفی کنن؟ جالبه بدونید روانشناسا میگن پنهون کردن ناراحتی همیشه نشونه قدرت نیست. گاهی مثلا پشت یه لبخند ساده سالها ترس، ناامیدی یا حتی احساس تنهایی قایم شده. خب من بهنامم و امروز قراره بررسی کنیم روانشناسی آدمایی که ناراحتی خودشون رو نشون نمیدن به چه صورته. آخر ویدیو هم به دلیلی میرسیم که هیچ کس بهش توجه نمیکنه. خیلی از ماها وقتی بچه بودیم اگه گریه میکردیم یکی از این جمله ها رو میشنیدیم: گریه نکن، چیزی نشده، قوی باش. یا اگه پسر بودیم میگفتن مرد که گریه نمیکنه. شاید اون لحظه این جمله ساده به نظر برسن، اما مغز بچه یه نتیجه دیگه میگیره. اونم اینه که اگه ناراحتیمو نشون بدم پذیرفته نمیشم. در نتیجه اون بچه کم کم یاد میگیره که همه چیزو قورت بده. سالا بعد هم اون بچه بزرگ میشه ولی هنوز بلد نیست احساساتش رو بیان کنه. میخوام بگم واقعیت اینه که یه عده از افرادی که ناراحتی خودشون رو نشون نمیدن به خاطر اینه که اصلا بلد نیستن ابراز احساسات کنن، چون از همون بچگی یاد گرفتن که احساساتشون ارزشی برای بقیه نداره. اما خب این تازه ساده ترین دلیل بود. دلیل بعدی باعث میشه حتی نزدیکترین آدمای زندگیشون هم نفهمن واقعا اونا چه حسی دارن. یه سری از آدما شدیداً از قضاوت شدن میترسن. نه اینکه آدم ضعیفی باشن، ولی تجربه بهشون یاد داده که هر بار آسیب پذیر بودن نتیجه خوبی نگرفتن. مثلا شاید یه بار درد و دل کردن و بعد همون حرفا علیه خودشون استفاده شده. یا مثلا وقتی کمک خواستن کسی جدیشون نگرفته و از همون روز به بعد تصمیم گرفتن دیگه هیچکس قرار نیست منو این شکلی ببینه. اینا معمولاً ظاهرشون هم آرومه ولی خب تو ذهنشون هزار تا جنگ در جریانه و همیشه دارن به چیزهای مختلفی فکر میکنن، اما هیچ وقت اونا رو بازگو نمیکنن. ولی خب مظلوم ترین گروه رو الان میخوام معرفی کنم. فقط قبلش اگه تا اینجا همراه من بودی ممنون میشم با لایک کردنت از ویدیو حمایت کنی. آخر ویدیو هم یه حرف آخر داریم که به هیچ وجه از دستش نده. اما مظلوم ترین آدما کسایی هستن که خودشونو مسئول حال خوب بقیه میدونن. اینا همیشه سعی میکنن بقیه رو بخندونن، همیشه انرژی مثبت میدن، اما وقتی نوبت خودشونه ساکت میشن، چون فکر میکنن اگه ناراحتیشون رو نشون بدن یه بار اضافه رو دوش بقیه میذارن. در نتیجه همه ازشون به عنوان یه آدم قوی یاد میکنن، در حالی که شاید بیشتر از همه به یه نفر احتیاج دارن که فقط ازشون بپرسه حال خودت خوبه. اینم بگم خیلی از شما که دارید این ویدیو رو میبینید احتمالاً تو همین دسته قرار میگیرید. یه اشتباهی هم که تقریباً همه درباره این آدما انجام میدن اینه که خیلی‌ها فکر میکنن کسی که نمیگه ناراحته واقعاً هم ناراحت نیست، در حالی که سکوت همیشه نشونه آرامش نیست. یه وقتایی سکوت فقط یعنی طرف مطمئن نیست کسی حرفشو میفهمه یا نه. برای همینم ترجیح میده کلاً چیزی نگه. اما سوالی که هست اینه که چرا این آدما خیلی دیر از دیگران کمک میخوان؟ خب یه ویژگی مشترک بین بیشتر آدمایی که احساسات خودشون رو بروز نمیدن هست. اونم اینه که معمولا از کسی کمک نمیخوان، نه به خاطر اینکه کسی رو ندارن. گاهی وقتا آدمایی را دارن که خیلی هم طرف توانگره و میتونه کمکشون بکنه، اما چون همیشه فکر میکنن باید مشکلاتشون رو خودشون حل کنن، در نتیجه تو ذهنشون دائم یه جمله تکرار میشه، اونم اینه که خودم درستش میکنم. اوایل شاید این ویژگی نقطه قوت به نظر برسه، اما وقتی هر مشکل، استرس و ناراحتی رو فقط برای خودت نگهداری، کم کم ذهنت تبدیل به یه اتاق شلوغ میشه. اتاقی که خب هر روز یه مسئله جدید و یه چیز جدید توش میذاری ولی هیچ وقت چیزی از اون اتاق خارج نمیشه، تا بالاخره یه روزی همه این موارد جمع میشه و با همدیگه یه جایی میترکه که شاید خیلی از شماها این مورد رو هم تجربه کرده باشید. تو اون موقعیت هم معمولاً اون افراد اطرافیانشون تعجب میکنن و بهش میگن تو که خب حالت خوب بود، چی شد یهویی اینطوری شد؟ در حالی که حال اون لحظه یارو به خاطر فقط اون اتفاق نیست، بلکه خیلی از مسائل از قبل کنار هم دیگه جمع شده تا شرایط و حال اون لحظه اون آدمو ساخته. خب بالاخره رسیدیم به خطرناکترین و آسیب پذیرترین دسته از افراد. اونم کسایی هستن که نقش بازی میکنن.
بعضی‌ها اینقدر نقش آدم قوی رو بازی کردن که کم کم خودشونم باورش کردن، تا جایی که حتی وقتی تنها هم هستن به خودشون اجازه ناراحت بودن نمیدن و این به شدت خطرناکه. روانشناسا معمولاً تاکید میکنن که سرکوب دائمی احساسات با مدیریت سالم احساسات فرق داره. اینکه آدم همیشه احساساتش رو بروز نده لزوما مشکل نیست، اما اگه هیچ وقت نتونه درباره احساساتش صحبت کنه، خب تو بلند مدت میتونه به خودش آسیب بزنه. حالا اگه این داستان در حدی باشه که اون آدم حتی تو تنهایی خودش هم نتونه باور کنه که ناراحته و مشکل داره و دائم نقش آدمای قوی رو بازی کنه، دیگه واقعا میشه گفت این مدل رفتار سالم نیست، چون اینا نهایتاً بعد از یه مدتی از اون نقشی که دارن بازی میکنن خارج میشن و دیگه تبدیل به یه آدم جدید شدن که هیچ کس اونو نمیشناسه و میتونن به خودشون یا حتی بقیه آسیب بزنن. اما سوال جدید، چطوری بفهمیم خودمونم جزو این آدما هستیم یا نه؟ کافیه این سوالو از خودت بپرسی. آخرین باری که واقعاً به یکی گفتی حالت خوب نیست کی بود؟ نه از روی شوخی یا با خنده، واقعاً آخرین بار که گفتی حالم خوب نیست برای چه زمانی بود؟ اگه یادت نمیاد، احتمالاً تو هم جزو همون آدمایی باشی که سالاس احساسات خودشونو دارن پنهون میکنن. یه سوال دیگه هم میتونه به جواب رسیدنت کمک کنه، اونم اینه که وقتی یکی اتفاقاً که باهاش احساس صمیمیت هم داری ازت میپرسه خوبی یا نه، تقریباً همیشه بدون فکر جواب میدی آره، حتی وقتی حالت هم خوب نیست، چون گفتن نه برات سخت‌تر از تحمل کردن اون ناراحتیه. اگه این مدلی هستی، خب داخل یکی از این دسته از افرادی که تو ویدیو توضیح دادم قرار میگیری، یعنی یا از بچگی احساساتت نادیده گرفته شده، یا ترس از قضاوت شدن داری، یا اینکه خودتو مسئول حال خوب بقیه میدونی، و یا اینکه مدت هاست داری نقش آدمای قوی رو بازی میکنی. در پایان باید بگم اگه جزو این افرادی که تو ویدیو توضیح دادم هستی، مسیری که داری میری حداقل به لحاظ روانشناسی درست نیست و کم کم به خودت آسیب میزنه. آره، نیازی نیست همیشه با همه درد و دل کنی و جزئیات زندگی تو براشون تعریف کنی، ولی نیازی هم نیست که همه چیزو تو خودت بریزی و بروز ندی. خب بعضی وقتا اگه واقعا حالت بده، با مثلا دوستت در میون بذار، حتی اگه نمیخوای جزئیات زندگیت رو هم بدونه، فقط بگو الان حالم خوب نیست. شاید خب اونم بتونه درکت کنه و فقط کنارت حضور داشته باشه. پس نیازی نیست ما همیشه در همه لحظاتمون طوری وانمود کنیم که حالمون خوبه. اما قبل از اینکه بریم سراغ حرف آخر، ممنونم که تا اینتا همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب شما حمایت از چنل خودمونیمه و به من انرژی میده. و اما حرف آخر، یه وقتایی هم هست که سکوت دیگه نشانه آرامش نیست، فقط خستگی کسیه که دیگه توضیح دادن رو کنار گذاشته.